شما حوزه خلیج فارس چرا داره بازیکن‌های خارجی طراز اول، چرا داره مربیای طراز اول یکی از هدفش مردم رو بکشه که هوادار بکشه، جذب کنه. بعد برای ما واقعا مردم تو این شرایط میان، تو سرما گرما بدون چش داشتی میان به عشق تیمشون. چون ببینید من تو 4 تا تیم بزرگ بازی کردم. من زمانی که سپاهان بودم، خب کارخونه فولاد مبارک سپاهان واقعا کارگرای زحمت کشی داره که در کارخونه توی گرمای بالای نمیدونم چند درجه که خیلی سخته اصلا موندن اونجا. چون من نزدیک رفتم دیدم، من رفتم تا 55 درجه بالا. من 7 سال اونجا بودم، کاپیتان این تیم بودم. خدا شاهده وقتی باشون صحبت میکردیم بحثشون این بود که با برد مثلا سپاهان یک هفته خوشحالن، زندگی میکنن، با باختش یک هفته زندگی ندارن، در صورتی که هیچ چیز عایدشون نمیشه. به نظر من فوتبال مالکین اصلیش این هوادارا هستن. هر چقدر به اینا احترام بذاریم، هر چقدر لحاظ رفاهی، لحاظ سخت افزاری، لحاظ جایگاهی به این هوادارا احترام بذاریم، به نظر من فوتبال ما به جاهای بالاتر. خیلی ممنونم. چون می‌خوام زمانم مدیریت بکنیم، هم سپاهان هم استقلال. آقای سید سپاهان فصل رو فوق العاده آغاز می‌کنه، از پیش فصل بازیکنانی بسیار بزرگی به خدمت می‌گیره. این 3-4 فصل رو به خصوص از زمانی که ژوزه مورایس سرمربیگری رو به عهده گرفت، بازیکن‌های فوق‌العاده درجه یک، هزینه‌های زیاد، یعنی تمام شرایط رو آماده می‌کنه برای اینکه سپاهان بره بهترین نتیجه رو به دست بیاره. خیلی از کارشناسان اعتقاد رو دارن که دیگه این فصل تمام، سپاهان بعد از سالا میتونه قهرمانی به دست بیاره. اما یه دفعه هرچی جلو میریم برمیگرده این انگار ترمز سپاهان کشیده میشه. فصل دو قبل پیش ملوان، فصل پیش شمس آذر قزوین، چه اتفاقی رخ میده؟ چرا اینجوریه؟ ببینید آقای اسدی عزیز، از دهه 80 که دهه طلایی سپاهان بود و یه تابویی شکسته شد و سپاهان جزو مدعیای فوتبال شد، علت اصلی قهرمانی متوالی سپاهان این بود که شاکله تیم حفظ میشد. یعنی اینکه شاید بازیکنای اسم و رستاری نبودن، ولی چون کنار هم دیگه چندین سال بازی کرده بودیم، یه بازیکن اضافه میشد، یه بازیکن کم میشد. از اوایل دهه 90 که قهرمانی‌های سپاهان یه مقدار افول کرد، علتش این بود که شاکله این تیم زمان آقای عبدالله ویسی اومد از هم پاشیده شد. یعنی 15-16 تا بازیکن اضافه شد، شاکله تیم اضافه شد، تیم مسیر خوبی رو پیدا نکرد. آقای قلعه‌نویی اومدن تیمو سر و سامون دادن، بعد محرم نوید که الان آقای مورایس اومدن. پارسال هم اگر نگاه می‌کردی سپاهان تیمش خیلی خوب شروع کرد، ولی اون حواشی و مشکلات سقف قرارداد، بعد مشکلات آسیایی که اون 3-0 که به نفع تیم الاتحاد شد، همه اینا دخیل شد که سپاهان واقعا وارد حاشیه بشه. خب ببینید آقای مورایس هم یه مربی خارجی هستش، خب طبیعتا اینی که لیگ ایرانو کاملا نمیشناختن که بخوان این مسائل حاشیه‌ای رو انقدر بخواد تحت تاثیر قرار بگیره. ولی با امسال اگر نگاه کنی سپاهان دوباره شاکله تیمش مقدار دست به تغییر شد. این که 5-6 تا بازیکنی که 70-80% بازی‌ها رو فیکس بازی می‌کردن، حسین نژاد، شهریار مقالم، فرشاد احمدزاده، محمد قربانی، اینا بازیکن رامین رضاییان، زکی پور، شاکل، ولی رو آوردن به یه سری بازیکنایی که بازیکنای جوون هستن، ولی بازیکن بزرگ از دست داد. بله، بازیکن بزرگ از دست داد. ولی الان اومدن آقای انزوزی و کامارا که از بله روز گذشته خود دابو بازیکنای تاثیرگذاری هستن. ببینید امسال سپاهان درست لحاظ تجربه یه ذره تجربه تیمش کمتر شده، ولی جوان‌تر شده. باید یه مقدار زمان بدیم. سپاهان آکادمی بازیکنای بسیار خوبی داره، میتونه اضافه کنه.